برام بنداز. مهدی کورمون کردی مهدی لعنتی. سلام بچه‌ها، تو چطوره؟ من محمدم مثل همیشه اینجا چنل مد دراگونه. چه خبر آقا؟ امروز یک چالش خیلی باحال داریم. مهدی دیوانه من گفت هوا سرده کلا چرا رقص نور آقا دیوونه ای. آقا امروز یه چالش خیلی سم باحال دیگه داریم. امروز قراره ترکیب 10 تا سس رو با هم چی میگم بهش میکس کنیم ببینیم چی عذاب در میاد. حالا بریم فروشگاه خرید کنیم. اگه بذارم فیلم برداری کنیم خیلی خوب میشه. نظرانم که نمیذارم. آره کور شدم بیشور. آقا تا ادامه چالش ما همراه باشی. چالش خیلی خفنه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. لیتس گو. مهدی میذارم پارت میکنم پروژه تو واسه من روشن. آخه کی تو ویدیوش رقص نور داره؟ راست میگی رقص نور هیچ کی تو ویدیو نداره. همراه باشی. مهدی رفت سوال کنه روسه میتونیم ویدیو بگیریم یا نه؟ نه؟ نمیذارن؟ خب آقا نمیذارم. ما سوسا نمیشه؟ اوکی ازش فیلم بگیریم. 8 تا سس گرفتیم. 2 تا هم خونه داریم. نوبسته هم اینجا 2 تا هم خونه داریم. بریم خونه ترکیب کنیم. چی میشه؟ پول سس نداد. همش پول منه. آقا بریم خونه. خب بچه‌ها رسیدیم به بخش جالب ماجرا. 10 تا سس اینجا داریم با طعم‌های مختلف. سس کچاپ مهرام، سس مایونز کمیاب کمال نمیدونم چیزی از سس مایونزه. سس فرانسوی بیژن خونتون نیفته. چشم. و این نمیدونم چی اینو مهدی گفت بگی. لیمون سس. الان تو زندگی از سسا نخوردم. و سس تند گوجه فرنگی بیژن. اینجا سس خردل چی داریم؟ ملایمه خیلی تند نیست. اینجا هم سس هزار جزیره بیژن رو داریم. سس تند تو خونه داشتیم از همون سرکل فندی. و اینم سس سیره. اینم که سلطان سس ماست دادش بود. خب با چی شروع کنیم؟ اینه یه دونه آب آوردم. ساندویچ ناگت هم هست که بخوریم. با چی شروع کنیم؟ تو بگو. لیمون سس. این سلطان از آخر باشه. بذار ما چیز شروع کنیم با سس مایونز. یا ابوالفضل، یا علی ستون. از اول این ردیف تموم شه. با سس فرانسوی شروع کنیم. نصرتی یا دیگه آجی قیافش که داره اول نشون میده که پاره ای میخوای بخوری. سس بعدی سس بذار اینا که امتحان کردیم بذاریم اینجا. یعنی اینجا سس بعدی سس تند. یا ابوالفضل اینا چی میخواد بشه؟ اینو میخوام بخورم. چه چالش کوفته. هنوز سابسکرایب نکردی؟ سابسکرایب کن. من از جونم وای میذارم. یکم چیزه یکم کنده. مغزش کنزه. اوه یا امام حسین میمیرم. من اسهال مغزی میگیرم اینو. بهتر. و ستون. بذار بوش کنم. همه 10 تا ریختی؟ نه 5 تا. همه 10 تا بیز بعد لیمون سس. بعد ستون بریزم. بعد ستون. او سگ میده بی سابی دیگه. چه چیزیه؟ خرش دله. اینم میریزیم اینجا. اوه میکسش بکنیم. ببین نگاه چه میکسیه. نمیخوام بخورم. بچه ها ببینید اینا ناموسن چه چیز کوفت سمیه. تندش. این از این میذاریم همجا بمونه. و سس بعدی سس هزار جزیره. این چی هزار جزیره؟ 1000 تا شهر نیست؟ یعنی تو 1000 تا جزیره تولید میشه. درش چرا باز کردی؟ سلطان سس های نامنظم. شلیکی داشت میرفت. هم تو شلیکی رفتم. یا خدا خیلی بد شد. سس ماست. اینو تا حالا چیزش نکردم. من تا حالا نکردم. حالا ببینیم با این چی میشه. اینجا میریزی.
این هم سس سیر، سس پیاز هم کاشکی داشتیم. خیلی با نمک بود. و ستون متون نریزه روتون. نریزه روتون. سس لیمو. فری بری. بری فری بری عربی. نه بری. یا خدا مهدی خیلی جیدا. این گرون هم هست. کلت. یا خدا. بس دیگه. آقا بخوام طعمشو بره خیلی بوش که نشون میده بوه. بوی چی میده؟ بوی شربت سرماخوردگی میده. میکس میکنیم اینا رو میکس کنیم مثلا روم زوم کنیم. چه ربطی داشتم هزیون میاد چه یا خدا مهدی اسهال مغزی میگیرم اینو بخوایم. نگاه جان من ناموسا اینا کنیم بچه ها. یه نگاه وای ریخت به مولا که گن زدی. به مولا که دارم گرم میزنم الان بابا میاد جنم میده. بس یه دیگه قصدش نباید هدر گرونه. بس آخر میدم برو سراغ تسلا نست میخوام بمیری. وای من چه آدم بردم اینجا یه لحظه مردم. بریم تست. بریم. A few moments later. ناگت داریم با سس بگم با سس همه سس با نون سنگک. یعنی ویدیو کاملا ایرانیه. ویدیو لایک کن بزنم توش. بذار آسینا بدم بالا. اول یه بار تست کن غیر نون سنگک. ندارم با انگشت. با انگوش تست کنم یا خدا بهداشتی نیست این کار. گم شو. طعمش بد نیست. میدونی مثلا نون صرف تست کنم چون این یه کم بود. زیاد هم برو توش. زیاد اسهالی. نه ستون. بچه من اگه میخورم ببخشید من بفهم. بچه ها بریم یه حوله ببینیم. خداحافظ. این چه سمیه. آخ فشارم افتاد. از این میشه به عنوان مجازات استفاده کرد. مثل اسهال سگ میمونه. این چیه؟ وای آقا بریم یه حوله. حالم بریم یه حوله ببینیم بچه ها. بیان فعلا یوپس. آقا نهایتشون باید مهدی تست کنه. من که اصلا ببین تمومه به اف میری هم نزن خوبه بچه از اونجایی که من همیشه نیمه پر لیوان رم دارم یه دونه ناگت از ساندویچ رم داریم با نون بخور خوش بهتره ها. حالا یه دونه بدون نون بخور بکن توش قشنگ. چی بچه بازی سوسول. خدایا خدای خوب مهربون. بد نیست ولی مغز تعجب میکنه. پشماش میرسه همه جیده. طعم جدیده خوبه. من بودنش تو نمیدونم خوش من مثلا آره از نه قیافش قشنگ مثل طعمش اصلا ارزش اینو نداشت. 10 تا سس بگیر اینو رو بگیر مخصوص کنیم. ارزش نداشت. مثلا خود اینو طعم ببین از ویدیو بیشتر بیاد. ویدیو منو چیکار می‌کنی؟ دمتون گرم. خدا دمتون گرم که این ویدیو رو هم نگاه کردید. ساب لایک کامنت نوتیفیکیشن. اگه بخواید دیگه با مهدی ویدیو نگیریم تو کامنت ها بنویسید. آقا اگه بخواید یه ترکیبای جدید هم اگه بیایم تست کنیم هر کی میخواد هر کی موافقه ترکیب 10 تا آب میوه سم تو چنل محمد بریم. اصلا من این کار انجام نمیدم. چرا نگو کامنت ها بنویسید. آقا این کارو بهتون اصلا پیشنهاد نمیکنم تست کنین. اگه 50 تا لایک برسه حاضری آب میوه رو بخورید. 50 تا لایک 50 تا لایک واسه آب میوه. بچه‌ها بچه‌ها واسه آقا دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه خدا